سلام و درود خدمت همراهان کانال ترفند روز. امروز تو این ویدیو ایردراپ ناتپیکسل رو براتون معرفی میکنم که به واسطه پروژه قوی ناتکوین معرفی شده، یعنی یه جورای جایگزین ناتکوینه. اون ایردراپ ناتکوین که با کلیک روی صفحه توکن بهمون میداد یکی از بازی‌های ناتکوینه، همینطور که میبینید که پایان یافته. بازی بعدی بازی سگ‌های گم شده است که ویدیو کاملش داخل کانال هست. اگر تو جریان نیستید حتما ویدیو آموزشش رو ببینید، چند روز دیگه هم تموم میشه. جدیدترین بازی و آخرین بازی هم که ناتپیکسله. به این خاطر نوشته به زودی که الان به صورت آزمایشی در حال اجراه، ولی شما نمیتونید به صورت مستقیم واردش بشین و حتما باید با لینک عضویت واردش بشید که هر شخص هم لینک محدود داره و نمیتونه تعداد زیادی اعضا عضو ناتپیکسل کنه. ناتکوین کلا خلاقیت داره. داخل کانال ترفند روز سعی میکنیم که لینک هایی که هنوز محدودیت عضویت ندارن رو بذارید. شما با کلیک بر روی لینک دعوت وارد ربات ناتپیکسل میشید. وقتی شما با لینک دعوت وارد ربات شدین، وارد صفحه اصلی یا به اصطلاح بوم میشید که با پیکسل هایی که داریم میتونید داخل این صفحه نقاشی کنید. اگر زوم کنید نقاشی های جالبی میبینیم که البته فعلا هرچی میگردیم پرچم ایران رو میبینیم که نشون میده پرچم ایران همیشه بالا. در قسمت های وسط بوم دیروز پرچم ترکیه و روسیه بود، ولی امروز کاملا پرچم ایران داره بزرگ و بزرگتر میشه. پرچم ایرانه ببینید در اون قسمت ثبت میشه که کامل دیگه بوم بشه پرچم ایران، همه جا پرچم ایران. چیز دیگه این نیست که این نشون میده که ایرانی‌ها چقدر پرچم براشون مهمه و خیلی غرور آفرینه به نظرم این کارشون. به طور مثال زوم میکنیم و یه پیکسل انتخاب میکنید. ببینید این یه پیکسل، یه پیام ظاهر میشه که رنگشو داخل اینفو که بزنید یک سری از مشخصاتش نمایش داده میشه. ببینید اکانت کسی که اینو رنگ کرده، حتی تاریخش، ساعتش، و شما با انتخاب رنگ میتونید اونو به هر رنگی که میخواین در بیارید و ماین رو شروع کنید. پیشنهاد من به شما اینه که پرچم رو پیش ببرید. ببینید یه سری کاربرا که پرچم رو دارن خراب میکنن اینجا، ببینید رنگای دیگه وارد پرچم میکنن، اینا رو رنگ پرچم در بیارید، قرمزشون میکنید. هم اول کار 10 تا پیکسل داشتیم، 10 تا رو اینجا استفاده میکنیم.
اینو هم قرمز میکنیم، همین سادگی. چیز خاص دیگه هم نداره و تمام. انرژی نداریم فعلا. حالا وارد بخش نات پیکسل میشیم. در اینجا مقدار نات پیکسل های شما رو نشون میده و هر چند ساعت میتونید روی دکمه کلایم کلیک کنید تا توکن هایی که ماین کرده اضافه بشن به نات پیکسل های شما. به همین سادگی کلیک بکنید و توکن ها اضافه میشن. حالا اول کار بود و چیزی ماین نشد. در این قسمت هم یک سری وظایف داره که با اضافه کردن افراد و عضویت در کانال تلگرام و توییتر این پاداش ها را هم میگیرید. از این بخش لینک دعوت مخصوص به خودتون رو میتونید بفرستید برای دوستانتون و اونا رو دعوت کنید و با دعوت هر کدوم از دوستانتون 1000 توکن به شما تعلق میگیره و دیگه نکته خاص دیگه ای نداره. فقط قابل توجهه که این نسخه بتا هست و ممکنه یک سری تغییرات و بروزرسانی هایی اتفاق بیفته و امیدواریم که بتونیم سود خوبی از این پروژه کسب کنیم. هر اخبار و بروزرسانی که اتفاق بیفته داخل کانال تلگرام و یوتیوب حتما اطلاع رسانی میکنیم و این فیلم رو برای دوستانتون بفرستین. ممنونیم که ما رو فالو دارین. دمتون گرم و خدا نگهدارتون.